بچه خوش اومدیم به این ویدیو. من اولین ویدیوم در کانال آپارات و یوتیوب هستید. همونجوری که شنیدین ما یه کانال آپارات داریم و یه کانال یوتیوب که آخر ویدیو آیدیاشون رو واسهتون میذارم. کسایی که یوتیوب نگاه میکنید چنل آپارات رو ببینید، کسایی که آپارات نگاه میکنید چنل یوتیوب هم ببینید. حتما سابسکرایب، زنگوله و لایک و توی آپارات فالو، لایک، زنگوله بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشین از ویدیوام. میگین ما چرا الان ویدیو رو داریم آپلود میکنیم؟ بخاطر اینکه میخوایم بریم یه خونه مخفی توی ماینکرافت درست کنیم. خب ما میایم تو ماینکرافت کریتیو پیسپول میذاریم که کسی نمیاد. من نظرم به شما اینه که اگه میخواین دانلود کنی، میگم دانلود، اگه میخواین خونه درست کنی، خونه مخفی، بذارین حتما اسمش چیه؟ COASTA آل ویلیج رو بزنین. نمیدونم اسمش چیه. مولتی پلیر خب کاری به اینا نداریم. یه لحظه روز کنم ریسورس پک هم اینا بذارم. خب بچه همونجوری که گفتم من الان ویدیو رو نگه میدارم، بعد هر موقع رفتیم تو بازی دوباره میارم. راستی یادم رفت یه چیزی بهتون بگم بچه ها. الان اومدیم وارد مپ شدیم، بهتون بگم که توی بعضی موقع امکان داره توی یوتیوب وقتی سابسکرایب میکنید بعضی موقع اتفاق میفته. اول بریم تو. اتفاق میفته که شما اگر سابسکرایب کنید میگید سابسکرایبتون میپره. حالا میگین چرا؟ کامنت انگلیسی بذارین که نپره. حالا کامنت ایرانی هم بذارین. 2 تا کامنت بذارین، یه دونه انگلیسی و یه دونه ایرانی. اگه میخواین کامنت ایرانی بذارین این کارو کنین چون سابتون نپره. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد یه لایک بکنین. خب چرا اینجا؟ خب شما اومدیم یه جا دیگه، بریم یه چیز دیگه بسازیم. چرا اومدیم اینجا؟ شما کریتیویم، هم اگه بخوایم میتونیم برداریم. خب بریم بچه. من میگم الان جایی بسازیم که مثلا صافه، یعنی اینجا پله نیست که بره بالا. میخوایم مخفی بسازیم بچه. همیشه آدم یه تبر داره. یا علی بازیم آهنگ. من اینجا یه دونه بلاک میکنیم، به چند تا بلاک میریم پایین. بعد اینجا بعدش باید چیز بذاریم بچه ها. اسم این چی بود؟ نرده بود. حالا اسمشو بچه من زیاد بلد نیستم چون تازه ماینکرافت ریختم. و ببینیم کجاست. نام پیدا نمیشه بچه ها. لحظه باسی من استوب میکنم پیدا کردم. بچه ها اینجا بود من ندیدم. حتما یه تورچ دستتون بگیره. حالا من چون میبینم بذارین حداقل چند بلاک فاصله داشته باشه. اونجا رو دیگه نذارین چون میخوایم در بذاریم. اینجا بذاریم. بعد حالا بچه ها بلاک های بغل اول بکنین. بعد یکی از این بغلا شیعه آروم آروم برید. حالا هر جوری که دوست داریم میتونیم بسازین. اینجا رو من دوست دارم بذاره کوچولو بسازم. فقط اومدم ویدیو رو واسه تو بذارم. گفتم این شکلیه. تزیینش هم بخوایم بکنین دیگه تزیینش رو خودتون بکنین. نظر من الان میبینید من اینقدر که نه. اگه بخوام خیلی خونه مخفی درست کنی یه پیشنهاد دیگه هم بهتون میدم که تو پارت 2 همین ویدیو خونه مخفی خفن‌تر رو میذاریم. اگه لایک ها به بالای 20 تا برسه، چون اول کاری 20 تا برسه پارت 2 این ویدیو رو میذارم. من تورچ بذارم یه جا. آن دیگه الان بعد نمیبینم. گوشه
نمیره رو تورچ. خب من رو کریتیو ساختم. حالا دوست داشتین اگه سوروایو باشین بسازین دیگه دست خودتونه. حتما حداقل چند بلاک با این ور فاصله داشته باشید. اینجا الان 3 تا بلاک من جا گذاشتم، اینجا هم با 3 تا بذارم. اینقدر میذارم که حداقل بگیم بزرگ شده. خب فعلا نیمه کار از خونم اون مخفیمون. خب بالاش هم زدیم. یه دونه تورچ هم این گوشه بذارم، خیلی تاریکه. چند تاشو 4 تا. یه جای دیگه هم باید بکن، این ورم باید بکن. بچه‌ها طرفدار پرسپولیس و استقلال، پرسپولیسیا 2 تا قلب قرمز، استقلالی 2 تا قلب آبی. خب اینجا آماده شد. حداقل یه تورچ کافیه. نه کافی نی. حداقل این گوشه بذاریم. بچه‌ها واسه تزیین خونه‌تون لنتر بردارین، خیلی خوبه، قشنگ شه. اگه بخواین اون جایی که میخواین لنتر بذارین و سوراخ کنین، قشنگ میشه. خودتون میدونید و دوست دارید. من سقف شواره کاری به سقفش ندارم، شما تنظیم میکنم. من کفش هم کاشی نمیذارم، کاشی خودتون دوست دارید میذارید. فقط پارت 2 شو خیلی خفن تر میخوام بسازم اگه 20 تا لایک بخوره. خب ما میگیم بده. من قرمز برمیدارم چون خودم پرسپولیسی هم. کرافتینگ تیبل برمیدارم واسه خونه مخفی. فرنیس برمیدارم. چی هستم برمیداریم. بچه ببینید من یه مشکلی واسه پیش اومد. خب میخوام تزیین کنیم. من میگم کرافتینگ تیبل، گوشیم لک شد. کرافتینگ تیبل رو با فرنیس باش نزدم. فرنیس رو اینجا بزنم، بعد اینجا هم نور معلومه. یا میتونیم یه کار قشنگ تر بکنیم، مثلا فرنیس کرافتینگ تیبل. اینجا چند دو تا بچه چند تا چست بذارین چون شاید بخواین نیازتون باشه. حالا من چراغ هم بذارم. چراغ گذاشتم، من دارم یه چیز دیگه است. اگرم میخواین دوزگیر بذاریم، من بچه یه دونه کانال تلگرام داریم که اونجا همه چی هدیه. اونجا مودای ماینکرافت میذاریم. حالا اونم واسه تون توی توضیحات ویدیو آپارات با یوتیوب میذارم لینکشو حتما. خب اگه میخواین خونه مخفیتون نما بگیره حتما بوکشلف رو بذارین. حداقل 2 تا بوکشلف بذارین که نما واسه نماگیری. بعد همین دیگه، همینا که حداقل توی چستاتون هم اگه بازم میخواین سوروایو بازی کنین اول کریتیو بذارین تو چستاتون. بذارین بریم تو چستاتون حداقل زر غذا بذارین اگه میخواین سوروایو کنید. بدون شمشیر و تبر بذارین. همین دیگه، چیز دیگه نه. بعد گفتم کفشم اگه بخواین، من نظرم اینه که این کاشی رو بذارین. نگاه کنین این بلک آف نمیدونم بقیه‌شو این بذارین. اگرم میخواین مودای خفن واسهتون بذارم حتما توی کامنت ها بگی. چون من بیشتر از این کاری ندارم. میگه همه کاشی رو بذارین. یه دو تا این شکلی گذاشتم که بدونین چه کاشیه. واسه سقفتونم من میگم چوب بزنین، چوب قشنگ میکنه، مخصوصا این چوب اسمشو بگم خدا کرایمیسون پلنکس. پلنکس یعنی چوب. من 2 تا هم اینجا میذارم. خب بچه ها من یه چیزی بگم. من سقفش رو این شکلی گذاشتم، باید حداقل 4 تا سقفش باشه.
من اینقدر اومدم 4 تا باید سقفش بشه. حالا بریم سراغ در خونه. خب اینا باید برن اینجا. تو در خونه نیاز به خیلی کارهایی داره. بچه در خونه مود نمیزنم. یعنی تو اینجا چوب اوک ور میدارین که چوب هر چوبی که میخواین زیر درخت رو بسازین همون چوب که درخت بود ور دارین. بعد میاین یه کاری میکنین اینجا حداقل میتونیم با دست بکنیم چوب دیگه. الله اکبر خوف کرد. حداقل من برم اینجا یه دونه اینجا میذاریم. بعد میگه نمیتونیم ما بریم به هیچ صورته. اینجا رو هم میذاریم ولی اینجا اول یه در میذاریم واسش. در مثل پنجره است دیگه. پنجره‌ای که شبیه چوب خودش باشه. کسی هم نمیدونه دارک اوک ترپ دور درست تلفظ نمیکنم. و اینجا میذاریم. پاک شد جور باز کنم بترم تو اینجا رو میذاریم. اینجا هم بچه ها وقتی میخوایم بذارین حداقل اینجا رو بکنین یه تورچ بذارین که کور نشین. اوکی کور نشین بخواین توی چیز بگم. بعد اینجا همه تون حداقل یه با دست هم میتونین چوب بکنین. اینجا درم میبندی وقتی میخوای بری. اینا اینجا یه جوری باشه دیگه معلوم نشه. من چی نمیتونم بذارم نمیدونم. چرا یه فکری چند تا دونه میریم پایین از اون ور میذاریم. اینا از این ور میذاریم. این بالا درد همون رو میذاریم. چمن یا درد. حالا ایرانی بهش میگن چمن ولی در اصل به خارجی میشه درد. هیچ کن نمیفهم اینجا خونه است. هر موقع هم میای یه سروایو یا کریتیو یه دونه میزنین یا وا میسین تا بکنه بعد میرین تو خونه. و بچه ها اینم از ویدیو ما بود و کانال یوتیوب و آپارات و لینک نمیشه گفت اسماشونو میذارم الان. خیلی ممنون که همچین ویدیو رو دیدید. بچه ها حتما لایک ها رو ببیز. اگه میخواین یه خونه مخفی خفن‌تر از این درست کنیم خفن باشه دیگه حتما ویدیو رو 20 لایک به بالا بزنین خواهشن. من خیلی زحمت دارم میکشم تو این ویدیوها. اولین ویدیو ولی زحمت دارم میکشم بالاخره. شما حتما فقط یه کار بکنین سابسکرایب و فالو کردن و لایک یادتون نره. این کار 10 ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی گودبای.